سلام دوستان، وقتتون بخیر. با این قسمت مدارباز در خدمت شما هستم با یک موضوع بسیار جالب. برای نصب میکروفون روی دوربین مداربسته باید چی کار کنیم؟ اول از همه میدونیم که دوربین ها میتونن ورودی میکروفون داشته باشن، یا میکروفون رو خودشون داشته باشن، یا اصلا نداشته باشن. سه تا حالت مختلفه. اگر میکروفون رو خودش داشته باشه یک سری تنظیمات میخواد. اگر ورودی میکروفون داشته باشه ما باید براش میکروفون مناسب با یک دسیبل خاص، با یک حساسیت خاص خریداری کنیم و اون رو بذاریم. و اگر میکروفون ورودی میکروفون و خود میکروفون رو نداشته باشه یک مقوله جدایی که دستگاه‌های دیگه رو میخواد در کنارش بخوایم اون رو اضافه کنیم، یا بر سیستم‌های آنالوگ باید یک سری روش‌های مختلفی رو داشته باشیم. فعلا این روش رو میذاریم. اگر ما بخوایم تنظیمات صدا و میکروفون رو انجام بدیم، مهمترین و اولین گامی که وجود داره نرخ نمونه برداریه یا سمپلینگ. نرخ نمونه برداری یعنی چی؟ ببینید الان من دارم برای شما صحبت میکنم. اگر شما در لحظات خاص نمونه برداری کنید که این رو بتونید توسط یک روش‌های خاصی که برای مخابرات دیجیتال یا نمونه برداری دیجیتال یا پردازش سیگنال دیجیتال هست نمونه برداری کنید، اگر فاصله این نمونه ها از هم جدا شه یک صدای خیلی گسسته‌ای رو خواهید داشت و صدای خوبی رو ندارید. هر چقدر این نمونه ها به هم نزدیکتر شه، صدایی که ما از سمپلینگ یا نمونه برداری دیجیتال داشتیم به اون حالت آنالوگ یا این رسایی صدا نزدیکتر میشه. اما بدیش چیه؟ برای ما پهنای باند رو میبره بالا، حجم اطلاعات رو میبره بالا، و مسئله بدتر این که همزمان سازی و سینکرونیزیشنی که بین تصویر و صدا وجود داره که هر چقدر این نرخ نمونه ها بخواد بره بالاتر سخت‌تر ما میتونیم اینا رو سینک کنیم، که بر اساس تجربه، بر اساس کار شما باید نرخ نمونه برداری رو در اونجا انجام بدید. همچنین روش های نمونه برداری که وجود داره، میولا هست، جیلا هست و روش های دیگه که در میکروفون وجود داره، و در اینجا به شما عرض میکنم که بهترین روش صحیح و خطاست. یعنی در جاهای مختلف شما بیایید گام های مختلف رو ببینید اونجا چی به دردتون میخوره و نرخ نمونه برداری هم در اونجا تنظیم کنید. اونجا میتونید ببینید که چه صدای خوب و رسایی رو دارید. یک مشکل اساسی که وجود داره، نمیتونیم سینکرونیزیشن یا همزمان سازی بین صدا و تصویر رو داشته باشیم که تو برنامه‌های آتی مفصلا این رو بهتون توضیح میدم که چی کار کنیم که حتی المقدور این همزمان سازی به هم نزدیک شه. خیلی وقتا نمیتونیم خیلی به هم دیگه منطبقش کنیم، ولی در روش‌های وجود داره بیایم اون فاصله و گپی که وجود داره یا اون جیتری که وجود داره رو به حداقل برسونیم. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.